با تشبث وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه چورابینی اوید به خاتمه یابی لایحه تکنولوژی‌های مهم سبزیجاتکاری خزانه تاجیکستان برگزار شد. در جمع نمایندگان مؤسسه‌های دولتی و غیر دولتی، دهقانان و خواجگی‌های فرمری، انستیتوت‌های زراعتکاری و باغداری وزارت کشاورزی و مسئولین اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان شرکت ورزیدند. نخست اشتراکچیان همایش اوید به فعالیت و دستاوردهای خواجگی‌های دهقان ابراز عقیده نموده تاکید داشتند که در طول 3 سال فعالیت لایحه مذکور در جمهوری تکنولوژی‌های نو پرورش جاری گردید که در سمت نگهبانی محصولات خواجگی قشلاق و همزمان بهره مبارزه بر ضد حشرات ضرررسان نیز مهم ارزیابی می‌گردد. پیش از همه لایحه تکنولوژی پرورش پمیدوری چری را در گرمخانه‌های دائم عمل کننده در ولایت ختلان معرفی نموده، همچنین پرورش یکچند زراعت‌های دیگر معرفی نمود. باید تاکید نمود که برای تامین امنیت عضوخواری بلندبرداشتن حاصلناکی زراعت‌های کشاورزی و دسترسی اهالی با سبزیجات تر و تازه در همه فصل‌های سال، وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان در دایره دستگیری‌های حکومت مملکت و همکاری با شریکان رشد پیوسته کوشش می‌نمایند که میدان عمومی گرمخانه‌های دائم عمل کننده را زیاد نموده حاصلناکی آن را افزون گردانند. هدف اساسی لایحه مساعدت نمودن به رشد همه‌جانبه اقتصادیات، بلند برداشتن سطح زندگی مردم و با غذای سالم تامین نمودن اهالی میباشد. در فرجام از عملی گردن لایحه مذکور در جمهوری نتیجه‌گیری نموده ابراز داشتند که در آینده همکاری‌ها را در این سمت ادامه خواهند داد.